از روز جهانی خط بریل یا خط مخصوص برای نابینایان از سوی کمیته ملی المپیک افغانستان، وزارت شهدا و معلولین و شماری از نهادهای مربوطه نابینایان تجلیل شد. همایون حکیمی و مهدی سلامی دو تن از نابینایان اشتراک کننده در مورد به رادیو آزادی چنین گفتند: ما اگر دسترسی به تعلیم و تحصیل داریم، به کار نداریم و اگر به تعلیم و تحصیل نداریم، خب به هیچ چیز دسترسی نداریم که متاسفانه ما در ولایت افغانستان مشکلات عدیده را داریم که نابیناها نمیتونن تحصیل بکنن، درس بخونن و باسواد شوند. دریافت واقعیت اشخاص داره ملیت بینایی، من نمیگم که نه ذهنیت‌های خیلی افراطی داشته باشن که مثل ترحم و اون بالا بردن‌های بیجای و نه ذهنیت تفریطی که مثلا نادیده گرفتن و کم گرفتن. هر دو اینا به یک اندازه غلط است. خط بریل تاریخ حدود 200 ساله دارد و از سوی شخص به نام لویی بریل که خود وی نیز در سن 5 سالگی نابینا شد، در فرانسه برای اولین بار معرفی و استفاده شد. خط بریل متشکل از 6 نقطه بوده که اشکال مختلف از حروف مختلف نمایندگی می کنند. در عین حال ظاهر اخبر، رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان، در رابطه با فراهمسازی زمینه برای رشته‌های ورزشی مختلف برای نابینایان گفت: جامعه ورزشی در پهلوی شما هست. ما زمینه‌های ورزشی را مطابق با معیارهایی که در دنیا برای نابینایان رایج است براتان آماده می‌سازم. در حال حاضر صدها نابینا در افغانستان وجود دارد که به گفته فعالان تنها 5% آنان دسترسی به درس و تعلیم دارند. در عین حال جمیله افغانی معین وزارت کار و امور اجتماعی با قبول دشواری‌های نابینایان میگوید که پلان عمل ملی معلولیت میتواند راه حل مشکلات این افراد باشد. که برای اولین بار در سطح کشور پلان عمل ملی معلولیت تهیه و ترتیب شده که انشالله در این پلان عمل ملی همه تبعیضات و همه تفاوت‌ها از بین رفته به شکل یکسان انشالله مصدر خدمات شایسته بر تمام افراد دارای معلولیت خواهد بودیم. از روز جهانی خط بریل در افغانستان در حال تجلیل به عمل می آید که 4 دهه جنگ در این کشور هزاران معلول به جا گذاشته و برخی نابینایان نیز شامل این قربانی ها می باشند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.